به نام خالق هستی بخش. سلام و عرض ادب خدمت همراهان و عزیزان همیشگی خانواده بزرگ بولینگ بیلیارد استان گیلان. نیما غلامی هستم، مسئول برگزاری 10مین دوره رنکینگ اسنوکر استان گیلان. خدا رو شاکرم تونستیم رکورد بیشترین تعداد شرکت کننده در ادوار مسابقات استان گیلان رو بزنیم و تعداد 103 نفر شرکت کننده در بخش اسنوکر آقایان ثبت نامی داشتیم که به امید خدا مسابقات ما از روز 22 ساعت 9 صبح استارت خواهد خورد و تا یک هفته بعدش تا روز 29 فینالیست مشخص میشه و فینال رو برگزار میکنه. از تمامی شهرهای استان گیلان در این مسابقات شرکت کردند و استقبال بسیار خوبی از این مسابقات شد. این مسابقات زیر نظر هیئت بولینگ بیلیارد استان گیلان که در رأسشون آقای سارنگ بزرگچنانی عزیز هستند برگزار میشه و بر روی 5 عدد میز ویراکای عنوان گلد با پارچه نو و توپ نو برگزار میشه مسابقات و از سطح کیفی بسیار بالایی برخورداره. امیدوارم ماحصل این مسابقات ما قهرمانای همچون حامد زهرادوست، ارسلان باقری که بتونن اول برای کشور عزیزمون ایران افتخار آفرینی کنن و بعد برای استانمون افتخار کسب کنن و ما بهشون ببالیم. ممنون از شما. امیدوارم که مسابقات خوبی داشته باشیم.